نشر نوبتی برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. شعله گلخوجه هستم. سلام. موضوعهای مهم روز. چرا تاجیکستان در میان کشورهای فساد زده جای گرفت؟ حالا در همه جا پول میدهیم. همانطور که میگویند پنیر بی پول در مشقفه. حامیان حقوق بشر میگویند در یک زندان نظامی سوریه تا 13,000 نفر به دار آویخته شده است. ما از حکومت سوریه دعوت میکنیم که به ناظران سازمان ملل متحد به ناظران مستقل اجازه دهد که زندان سید نیا و دیگر محبس‌های سوریه را تفتیش کنند. و تاجران تاجیک میگویند مالیات بلند بازار قالین‌های کشور را سرد نمود. تخمینا نرخ رستماش که از پیشینه تا حاضر قریب 1 برابر قیمت شده است. با همون خاطر از ترکیه بار نیاوردیم. این سرخط موضوعهای برنامه بود و ما شروع میکنیم از خبر مهم دیگر که همین حالا به دست ما رسید. وکالت محمد سعید عبیداللهیف رئیس سابق دوشنبه در مجلس وکیلان خلق پایتخت روز 7 فوریه و پیش از مهلت قطع کرده شد. برای جای خالی مانده او در ماه اپریل انتخابات صورت میگیرد. در برابر عبیداللهیف وکالت معاون پیشینش فیروز الماسف نیز قطع شده. برای کرسی او نیز انتخابات برگزار خواهد شد. تصمیم قطعی وکالت محمد سعید عبیداللهیف و معاونش در اجلاس غیر نوبتی نهم گرفته شده است. محمد سعید عبیداللهیف 65 ساله در آغاز ماه ینور امسال از مقام رئیس شهر دوشنبه برکنار گشت و به این مقام پسر کلونی پرزیدنت تاجیکستان رستم امامعلی پیشبری شد. سازمان شفافیت بین‌المللی میزان رشوه‌خوری را در تاجیکستان خیلی بلند ارزیابی کرده است. بر طبق گزارش این سازمان بیش از نصف ساکنان کشور به این و یا آن نهاد پول دادند. آنهایی که در نظرپرسی شرکت نمودند گفتند که رشوه را در بخش تندرستی، معارف یا هنگام دچار آمدن به ملیسه‌ها به مقامات حفظ ترتیبات پرداختند. مقامات کشور با چنین موقع‌گیری ساکنان راضی نیستند. تحلیلگران در نوبت خود مقاومت با فساد در تاجیکستان را بی‌ثمر می‌دانند. جزئیات بیشتر در گزارش همکاران ما. بازار همه سکراپو میگیرد، همه سکراپو و هیچ جا نیست، چیز نیست. همیشه هم 5 سم دادن در تو. حالا در همه جا پول میدهیم. همانطور که میگویند پنیر بی پول در مشقفه. وزده کدای ایدو هر کجایی که مراجعه میکنیم با ما مناسبت خوب دارند، همه چیز خوبه. Когда идешь на прием, у них такса есть. دکتران برای قبول پول میگیرند. آنها حتما За прием нужно платить. У кого такса? У врачей. ترانسپرنسی اینترنشنال یا سازمان شفافیت بین الملل در گزارش اخیر خود گفته است که در یک سال اخیر 50% مردم در تاجیکستان پاره دادند. این تحقیقات بر اساس پرسش ساکنان کشور تهیه شده است. بر پایه گزارش مذکور تاجیکستان در میان کشورهای فساد زده جهان در جای 25 قرار دارد. این در حالی است که حکومت کشور میگوید برای مبارزه با فساد پیوسته تدبیر میاندیشد. سازمان‌های بین المللی بر اینند که تاجیکستان تا کنون نتوانسته است برای کم کردن این پدیده نامطلوب موفق شود. Результаты это влияет на در نتیجه این روند بر سطح زندگی مردم تاثیر میگذارد. محیط رقابت پذیری را در همه بخش‌ها به ویژه در اقتصادیات کم رنگ میکند. مردم رنج میکشند ولی دایره‌های محدود با استفاده از فرصت و امکانات به منفعت خود کار میکنند. используясь случаем все больше используют возможность и сложившуюся ситуацию в свою пользу. مسئولان آژانسی ضد فساد تاجیکستان چنین بلند نشان دادن میزان فساد را در کشور به آن بستگی می‌دهند که پرسش اخیر سازمان شفافیت بین الملل اکثرا میان گروه‌های فعال جامعه مثل صاحبکاران و تاجران و حقوقدانها انجام شده واقعیت را تصویر نمی‌کند. فکر نمی‌کنم که ما از حساب اون که نظرسنجی این سازمان بین المللی 15 زینه پایان فرموده این آن رو نشان نمی‌دهد که شدت کروسیا در جمهوری تاجیکستان زیاد است. این فعالیت به واسطه اهالی را نشون میده، یعنی اهالی فعال شده است. تحلیلگران معتقدند که گروه بازی در همه ساختارهای مقامات به آن باعث شده است که منصبداران از گرفتن پاره نمی‌ترسند. از نگاه آنها برای از میان بردن فساد در کشور باید رهبران طبق انتخابات شفاف و منصفانه انتخاب شوند.
همچنین ضرور است که شاخه های حاکمیت تقسیم شده نسبت به منصبداران فسادکار مبارزه روشاد و به امان صورت بگیرد و از همه مهم به نظام گروهبازی خاتمه بخشیده شود. برنامه را با خبر و گزارش‌های دیگر ادامه می‌دیم. در ولایت مختار بدخشان باز 2 نفر دیگر قربانی سردی‌ها و برفریزی‌های هفته‌های اخیر شدند. مقامات این ولایت می‌گویند هلاک شدگان 2 ساکن جماعت ویری نویه شغنان بودند. طبق اطلاع رسمی 1 نفر هنگام فرآمدن از بام خانه زیر ترمه مانده است و دومی کودک 5 ساله است که به هنگام بازی در ساحل دریا یخی زیر پای شکسته در آب غوند غرق شده است. به همین ترتیب تعداد هلاک شده‌ها در پای سردی و ترمه فرایی 10 روز اخیر به 14 نفر رسید. در همین حال آخر هفته گذشته برف و ترمه زیاد حیات کمش 119 ساکن افغانستان را از بین برد. موضوع را همکارمان ساجیده میرزا پیگیری کرده است. حکومت افغانستان میگوید که بارش برف زیاد در روزهای اخیر حیات دست کم 119 نفر را از بین برده است. همچنین بر اثر ترمه، فروریزی بام خانه ها، صدمه ماشین ها و دیگر حادثه های ناخوش مربوط به برفباد اخیر کمش 89 نفر دیگر جراحت برداشته است. به قول وزیر حالت های فوق العاده افغانستان ویس احمد برمک، در دوام 3 روز گذشته از بین 34 ولایت این کشور 22 ولایت بر اثر ریزش برف و فرآمدن ترمه در وضع فوق‌العاده قرار دارند. در 72 ساعتی که 22 ولایت افغانستان تحت پوشش برف قرار داشت، ما متاسفانه تعداد شهدا 119 نفر است. به تمام فامیلایی که متضرر شدن و اعضای خود دست دادن بر همشان اظهار تسلیت میکنیم از آدرس کمیسیون و حکومت افغانستان. این منصبدار می افزاید که روزهای شنبه و یکشنبه در این منطقه ها تا 2 متر برف بارید. در نتیجه کمش 200 منزل زیست فرو ریخت و بیش از 500 سرچاروا هلاک شد. یک موافقت در روند هماهنگی امسال بسیار خوب بود که هم بین حکومت‌های محلی و ما اینجا شد که فسخات تلفات از او آدرس نداشتیم. اگر نه در غیر از او 100 نفر در حاجیگک، 200 نفر در کوتل شبر، به می ترتیب در مقر تا 500 چیز کم 500 نفر تخمین زده میشد که در اونجا وسایط مسافربری اینا چون شارع است، اینا خدا نخواسته در هر نقطه یک فاجعه انسانی میشد. روز دوشنبه بولدوزرها برای پاکسازی عقبه سولنگ سفربر شده 10 تن برف را از راه ماشینگرد بیرون کشیدند. به قول منصبداران افغان روز 6 فوریه سولنگ از برف و ترمه کاملا پاکسازی و روهای ماشین ها میان مرکز و شمال این کشور برقرار شد. در منطقه نورستان واقع در مرز افغانستان با پاکستان 53 ساکن یک دهه در زیر ترمه به هلاکت رسیدند. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی از حکومت و نیروهای خارجی مستقر در این کشور درخواست نمود که به مردم نیازمند کمک رسانند. 7 فوریه گزارشی نوی حامیان حقوق بشر درباره وضع محبوسان در سوریه نشر شد که بر پایه آن تنها در یک زندان سید نویا تا 13,000 نفر اعدام شدند. رهبران شعبه منطقوی سازمان امنستی اینترنشنال از حکومت سوریه تقاضا کردند به ناظران مستقل امکان تفتیش زندان را فراهم آورند. روز دوشنبه سازمان حامی حقوق بشر امنستی اینترنشنال و یا عفو بین الملل اظهار نمود که حکومت سوریه در یکی از زندانهای نظامی کنار دمشق هزارها محبوس را به دار آویخته زندانیان را به طور دائمی شکنجه و اذیت می کند. به قول محققان عفو بین الملل اعدام زندانیان در بین سالهای 2011-2015 به قید گرفته شدند و به احتمال زیاد هنوز هم به میزان جنایت حربی ادامه دارند. قبلا حکومت سوریه و پرزیدنت این کشور بشار الاسد این گونه گزارش‌ها و جای داشتن کشتارهای خودسرانه را رد کردند. جنگ شهروندی سوریه حیات صدها هزار نفر را از بین برده است. مؤلفان گزارش عفو بین الملل میگویند در دوام سالهای 2011-2015 در زندان سیدنایای سوریه از 5 تا 13 هزار نفر که اساساً مخالفین آسایشته حکومت بودند اعدام شدند. لین معلوف نماینده اداره منطقوی عفو بین الملل در شهر بیروت گفت که اعدام‌های دست جمعی به طور منظم صورت می‌گرفتند.
هر هفته عادتاً در روزهای دوشنبه و چهارشنبه گروه‌های محبوسان از 20 تا 50 نفر از حجره‌هایشان بیرون کشیده می‌شدند. به آنها می‌گفتند که آنها را به دیگر محبس می‌کوچانند، ولی در اصل آنها به بخش دیگر زندان سید نیا انتقال یافته سپس اعدام می‌شدند. عفو بین الملل از سازمان ملل متحد دعوت کرده است که تحقیق مستقلانه و شفاف وضع در زندان سید نایای سوریه را راهاندازی کند. ما از حکومت سوریه دعوت میکنیم که به ناظران سازمان ملل متحد، به ناظران مستقل اجازت دهد که زندان سید نیا و دیگر محبس‌های سوریه را تفتیش کنند. عفو بین الملل بر این نظر است که جسدهای محبوسان اعدام شده پنهانی به خاک سپرده شدند و نزدیکانشان در این باره هیچ خبری ندارند. انس حمدا برای اشتراک در اعتراض آسایشته ضد حکومتی در سال 2011 به مدت 1 سال و 3 ماه روانه زندان سید نایا شده بود. وقتی آنها خوراک می آوردند از هر حجره صدای زد و خورد به گوش می رسید. آنها رهبر یا 2 نفر را از حجره بیرون برآورده لطو می کردند. صدای افتیدن آنها به زمین شنیده می شد. کس به لرزه می افتاد و هیچ نمی توانست خود را نظارت کند. گزارش عفو بین الملل بر پایه مصاحبه با 84 محبوس، ناظر و مقامداران سابق زندان سید نایا و همچنان حقوقشناسان، دادرس‌ها و کارشناسان سوریه تهیه شده است. حالا برمیگردیم به تاجیکستان. با وجود آنکه در تاجیکستان چند کارخانه قالین‌بافی فعالیت میکند، اما ساکنان کشور بیشتر به قالین‌های ایرانی و ترکی برتری میدهند. از دیدگاه خریداران قالین‌های خارجی نسبتاً صفت خوبتر دارند. برای حفظ استحصال کنندگان وطنی و کم کردن قالین‌های کشورهای غیر در بازارهای تاجیکستان، مقامات از راه دیگر کار گرفته است. برای یوسفی تفصیلات دارد. тоҷикистон дар соли 2016 боҷи гумрукӣ барои фаршҳо ва гилемҳои воридотиро аз 15% қаблӣ ба 30% боло бурд. ин иқдом боиси коҳиши якбаробари воридоти ин навъи маҳсулот дар бозори кишвар ва дар қиёс ба 1 соли пеш ҳудуди $3 миллион камтар ворид шудани маблағи пардохтҳои гумрукӣ ба буҷаи тоҷикистон шуд. ба хотири он ки дар дохили ҷумҳурӣ истеҳсоли қолинҳо ба роҳ монда шудааст ва як дараҷа бугем ба хотири дастгирии истеҳсолкунандагони дохилӣ воридоти боҷи гумрукии маҳсулоти воридотии қолиниро аз чанд фоиз буд, то 30% баланд бардоштем. тоҷирон ва воридкунандагони қолинҳо мегӯянд пас аз боло бурдани боҷ тақрибан аз хориҷи кишвар қолин ворид намешавад. сафаралӣ раҳматшоев бештар аз 10 сол аст ки ба тиҷорати қолин машғул аст ва барои бори аввал дар соли гузашта аз ворид кардани қолинҳои туркиву эронӣ даст кашид. тахминан нархи растамошка аз пешина то ҳозир қариб 1 баробар қимат шудааст. ба ҳамун хотир аз Туркия бор наовардесем. мақсад муштариҳое ҳастанд ки мақсад аз қолинҳои туркӣ сифатҳои хубе ки мақсад мехоҳанд хоно ҳама яхела шава мо надорем. сафаралӣ феълан захираҳои қолинҳояшро ба фурӯш баровардааст. мехоҳад роҳи осонтару муфидтарро барои ворид кардани қолинҳои баландсифат пайдо намояд. бори охир як маротиба аз ӯзбекистон овардаем ки чунки мақсад роҳуш ба мо сабуктар меғалтад. ба ҳамун хотир феълан дар тоҷикистон бар изофаи корхонаи қолинбофии маъруфи қайроқум 2 корхонаи дигар дар атрофи душанбе фаъолият доранд. аммо ин 3 корхона ҳанӯз дастгоҳҳои истеҳсоли қолинҳои баландсифати баробар бо қолинҳои эрониву туркиро надорад. додгоҳи шаҳри душанбе рӯзи 7 феврал ба баррасии парвандаи подполковник Музаффар Ҳакимов оғоз кард. ӯ то чанд моҳи пеш дар раёсати умури дохилии пойтахт фаъолият дошт ва тафтиши қазияи Бузургмерёров вакили дифои зиндониро анҷом дода буд. ҳоло ӯ барои баромадан аз ҳадди ваколати мансабӣ айбдор дониста мешавад. мақомоти додгоҳи шаҳри душанбе мегӯянд дар ҷараёни тафтиши парвандаи Бузургмерёров гӯё Музаффар Ҳакимов бо истифода аз мақоми худ иҷозати мулоқот бо наздиконашро додааст. дар аввал Ҳакимов барои даст доштан дар фасоди молӣ ҳам муттаҳам мешуд, аммо мақомоти достони кул ба далели собит нашудани амали ришвахорӣ ин иттиҳомро аз парвандаи ӯ ҳазф кард.
و اخبار گزارش‌های از این بیشتر را در وبسایت cw.azadi.org و صفحه‌های ویژه ما در فیسبوک و توییتر و ادنا کلاسیک دنبال کنید. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. تشکر که با ما هستید و خدا نگهدار هر یک شما.